در عرفه 31مین سالگرد کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان در یکچند قسم‌های حربی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان مراسم تنتنوی قسمیات‌کنی نواسکران دعوت ترماهی برگزار گردید. چنین چهاربینی متنتن در میدان پرچم ملی در ناحیه باباجان غفورov نیز با اشتراک هیئت شخصی کمیسریت حربی و نواسکران قسم حربی 14356 وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان به وقوع پیوست. در این چهاربینی راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، جوانان فعال و پدر و مادران شرکت ورزیدند. ضمن برآمد سخنرانی‌ها سرآغاز حاضران را با روز کنستیتوسیا تبریک گفته به نواسکران جهت اجرای قرض فرزندی و شهروندی کامیابی ها آرزو کرده شد. ذکر گردید که هیئت شخصی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با استفاده از سبق و کارنامه‌های گذشتگان نیکنام خویش به خاطر حمایت مرز و بوم کشور و تامین زندگی آرام و آسایشی ساکنان آن صادقانه و جوانمردانه خدمت کرده ایستادند. در مراسم سوگند یادکنی جوانانی که در دعوت ترماهی به قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شدند اشتراک کرده وعده دادند که برای حفظ مرز و بوم پایداری صلح و ثبات کشور سهم می‌گذارند و به خلق و وطن صادقانه خدمت خواهند کرد. یادآور میشیم که در سوگند حربی همه طلبات مهم و وظیفه‌های اساسی که خلق و وطن و سرفرمانده قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در نزد خدمتچیان حربی می‌گذارد خیلی مشخص و نشان‌رس افاده یافته است. سرباز سوگند یاد می‌کند که به خلق و وطن عزیزش صادق باشد. البته یاد نمودن سوگند حربی برای هر یک نواسکر قسم نظامی لحظه خاطرمان و روزی فراموش ناپذیر به حساب می رود. زیرا بعد قسم یادکنی آنها چون سربازان کامل حقوق در راه حمایت سرزمین اجدادی و اجرای بی‌چون وظیفه های مهم خدمتی مسئولیت بزرگی را بر دوش می گیرند.